سلام بچه ها، امروز اومدیم با هم دیگه کلا تب سواب رو بهتون آموزش بدم و اینکه چجوری باید تب سواب بشین. پایین ویدیو یه لینک براتون قرار میدم، اگه اونو بزنین مستقیما وارد تب سواب میشین. خب اول با قسمت پوش شروع میکنیم. اینجا که تپینگ رو نوشته، ببینید اینجا رو اگه بزنید گتیتو بزنید، مثلا فریه، این چیزا همش فریه، زده فری اینجا. بعد نت هم یکم مشکل داره. بعد که وارد اینجا میشین، مثلا اینجا 5 تا بچه بهتون میده، 5 تا بچه بهتون میده. هر چقدر که اینجا رو این قسمت آپگرید کنید، ببین هر چقدر که این قسمت آپگرید کنین اینجا بیشتر بهتون از این سکه میده. اینجا چی؟ اینجا قسمت انرژی لیمیت چی؟ اینجا ببینید، اینجا من بهتون توضیح بدم. همین جایی که میبینید، همین پایین یه نوار زرد رنگ هستش، اینجا 500. اگه اون ارتقا بدین 500 تا میاد بالا. یعنی چی 500 تا میاد بالا؟ میشه 1000. حالا اینجا رو به نظرم هنوز ارتقا ندین، مولتی تاپ و انرژی لیمیت رو ولش کنین. اینجا ریچارجینگ اسپید، مثلا اینا ببینید، همین جا ریچارجینگ اسپید، اینجا نوشته ریچارجینگ اسپید. این یعنی چی؟ این یعنی مثلا اینو من بزنم، اگه بزنم اینجا سریعتر پر میشه. مثلا پایین رو نگاه کنین، الان سریعتر این نوار زرد پر میشه. بعد که این گزینه تبات رو اگه بزنین، وقتی که از بات خارج میشین، یعنی از تلگرام و کلا از این چت اینجا خارج میشین، خودش خود به خود براتون ماین میکنه. یعنی چی براتون ماین میکنه؟ خود به خود براتون سکه جمع میکنه، اینجوری میزنه خودش سکه جمع میکنه. حالا وارد قسمت تسک میشیم. اینجا چی نوشته؟ اینجا قسمت لیگ ها هستش، بعد قسمت تسک ها. اینجا چی نوشته؟ استارت میشن رو می نویسیم. بعد که اینجا اومد استارت میشن، این نت هم یکم مشکل داره. استارت میشن میکنیم. بعد حالا این یکی رو هم میزنیم گو رو میزنیم. حالا گو که اومد، بذار این سایت بالا بیاد. سایت که بالا اومد یه دونه بک میزنیم. بعد اینجا چک میزنیم. خب اینجا برامون اومد، اینجا نیومد. اینجا میریم توی سایت، یه دونه بک میزنیم، اینجا یه دونه چک میزنیم. وایسی یه ساعت باید ساب کنم، اینجا یه ساعت باید ساب کنم. بعد از اینکه این یه ساعت تموم شد، دوباره چک رو بزنین. اینجا براتون چیز میشه، سبز میشه. اینجا هم یه کد 6 رقمی که خودتون میخواستین بزنین، اینجوری این سامبیتون میزنید. بعد اینجا فینیش میشن میاد. بعد از اینکه این تسک کامل میشه، اینجا قسمت رف هستش. مثلا اینجا لینکتون رو کپی میکنید، از اینجا میتونید لینکتون رو کپی کنید، و برای دوستانتون بفرستید. اینجا هم قسمت لیک هستش. اینجا هم مثلا یه نفر رو دعوت کنی بهتون 2500 تا چیز سکه میده. اینجا مثلا 3 نفر رو دعوت کنی 5000 تا. اینجا هم 200,000 تا بهتون میده. اینجا هم که قسمت تسک هستش. اینجا لیک که مثلا اینجا از قسمت سیلور بری به گلد. قسمت سیلور یعنی چی؟ مثلا من اینجا 5000 تا کامل کنی، مثلا برنز لیگ رو رد میکنی، میای کجا؟ میای سیلور لیگ. اینجا باید به 5000 تا برسی، ادامه پیدا میکنه. مثلا این 50,000 تا باید برسی. خیلی خوب، من امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. خداحافظ.